سلام به تو بولندی عزیزی که همراه ما هستی. امروز قرار خلاصه یک فیلم جذاب با بازی جان سینا رو داشته باشیم که اون قرار یک مأموریت ساده رو انجام بده، اما غافل از این که مأموریتش میخواد به یک جنگ مرگبار تبدیل بشه. پس در ادامه ویدیو همراه من باشید. فیلم از دید مردی به نام میسون شروع میشه که اون یک وکیله، اما از کارش راضی نیستش و اصلا علاقه به وکالت نداره. میسون به خاطر علاقه و قدرت بدنی خوبش میره و توی ارتش نام‌نویسی میکنه، تا اینکه یه روز وقتی دارن به مأموریت میرن قراره که رئیس جمهور ونیگاس رو ترور کنن، اما وقتی اونجا میرسن یک دفعه یک اتفاق عجیب میفته. و هلیکوپتر دچار سانحه میشه و به جز میسون و سباستین که پیاده شدن همه افراد گروه میمیرن. از این اتفاق چند سالی میگذره و میسون علاوه بر تشکیل خانواده صاحب یک فرزند هم شده و داره مثل قبل به کار قبلیش یعنی وکالت ادامه میده، تا اینکه یه روز وقتی به سر کار میره یکی از دوستای دوران نظامیش یعنی سباستین میاد و از اون میخواد تا نیم ساعت وقتش رو به اون اختصاص بده. سباستین اون رو به یک پایگاه نظامی پیشرفته میبره. اون میگه که اینجا شرکت خودشه و 7 سالی میشه که اون رو افتتاح کرده و شرکت اونها یه شرکت خیلی بزرگ توی زمینه امنیت هستش. اون به میسون میگه قیافت خیلی پکره، من که میدونم تو اصلا کار رو دوست نداری، به خاطر همین یک پیشنهاد کاری خیلی خوب واسط دارم. که میسون میگه من خیلی وقته که از فوق افتادم، تازه من حالا تشکیل خانواده دادم و نمیتونم ریسک کنم. اما سباستین میگه که این مأموریت کاملا بی خطره و اون قراره که بادیگارد یک خبرنگار به نام کلیر ولینگتون باشه، چون اون میخواد با رئیس جمهور ونیگاس یعنی خوان آرتور ونگاس مصاحبه کنه و نیاز به امنیت داره. میسون هم که از این پیشنهاد بعدش نیومده به خونه میره و از خانواده‌اش خداحافظی میکنه. روز بعد اون به همراه کلیر ولینگتون به سمت فرودگاه حرکت میکنن تا با هواپیما به پالدونیا برن، چون کلیر میخواد با رئیس جمهور ونیگاس مصاحبه کنه تا سر زبونها بیفته، چون ونیگاس تا حالا حاضر نشده که با هیچ خبرنگاری مصاحبه کنه. اونها وقتی به اونجا میرسن خود ونیگاس به استقبال اونها میاد و اونها رو با خودش به سمت پالدونیا میبره، اما تا اینکه به روی پل میرسه ماشین جلوی اونها منفجر میشه و به سمت اونها تیراندازی میکنن. میسون اول بهش شوک وارد میشه، اما یک دفعه به خودش میاد و با هوش بالاش موفق میشه که جون اونها رو نجات بده. اون به کلیر میگه باید زودتر از اینجا بریم و با همدیگه به سمت جنگل میرن. اونجا میسون به سباستین زنگ میزنه و از اون درخواست کمک میکنه. ونیگاس هم گوشی میسون رو میگیره و به برادرزادش اطلاع میده که اونها حمله شده. ونیگاس به اونها میگه کار همین برادرزادش یعنی خورخه هستش و اونها علیهش کودتا کردن تا اون رو برکنار کنن، اما میسون از کلیر میخواد تا خودشون به تنهایی به راهشون ادامه بدن. اونها وقتی دارن با همدیگه صحبت میکنن میسون 2 سرباز رو به همراه یه هلیکوپتر میبینه که انگاری قصد کشتن اونها رو دارن، به خاطر همین اونها پا به فرار میذارن، اما هلیکوپتر اونها رو از بالا پیدا میکنه و به سمت اونها شلیک میکنه. میسون هم که میبینه فرار فایده نداره خودش رو با اونها درگیر میکنه، اما یک دفعه توی دردسر میافتن. اما از شانس خوبشون ونیگاس به کمک اونها میاد و اون سرباز رو از پشت میکشه. بعدش اونها با همدیگه به راهشون ادامه میدن تا به روستای سابرینا یعنی محل تولد ونیگاس میرسن. اونجا به دلیل محبوبیت رئیس جمهور ازشون استقبال خیلی گرمی میشه. کلیر بعد از اینکه یکم استراحت میکنن از ونیگاس میخواد تا همینجا باهاش یک مصاحبه داشته باشه و راجع به کودتای اخیر هم یک توضیحی بده. وقتی شب میشه سابرینایی های جشن کوچیک میگیرن. میسون هم از شدت خستگی میره تا توی اتاقش بخوابه. کلیر هم لباسش رو عوض میکنه و سعی داره که میسون رو اغوا کنه، اما میسون خانواده‌اش رو فراموش نکرده و به کلیر میگه که نمیتونه این کار رو انجام بده. این کن آدم میپرونه خاک تو سرت بکنه آشغال. صبح روز بعد ونیگاس به اتاق اونها میاد و به میسون میگه میدونستی واسه چی اینجایی؟ میسون هم میگه معلومه واسه محافظت اینجا، ولی ونیگاس یک حرفایی میزنه که میسون رو به شک میندازه. به خاطر همین میسون به سباستین زنگ میزنه و از اون میخواد تا توضیح بده که دقیقاً واسه چی اینجا هستش.
اون هم میگه قرار بود با اسلحه‌ای که افراد ونگاس میخواستند بهت بدن اون رو بکشی، چون کشتن اون به دست تو شاید تسکینی واسه درد از دست دادن دوستامون باشه. ولی من نمیدونستم که قبل از اینکه تو کاری انجام بدی قرار اونجا کودتا بشه. میسون با عصبانیت گوشی رو قطع میکنه. بعدش به خانواده‌اش زنگ میزنه تا حال اونها رو بپرسه. اون بعدش به سمت کلیر میره و از اون میخواد تا با همدیگه به سمت مرز برن که همون حالا سرهنگ جان یعنی یکی از افراد خورخه با افرادش وارد روستا میشن. اونها تا اینکه سرهنگ رو میبینن پا به فرار میذارن. میسون و کلیر سوار اسب میشن تا بتونن سریعتر از اونجا فرار کنن، اما ونگاس برمیگرده تا خودشو به اونها نشون بده. میسون هم تا اینکه میخوان ونگاس رو بکشن میاد و اون رو از اونجا نجات میده، اما اونها دست بردار نیستن و اونها رو تعقیب میکنن تا اینکه یک دفعه کلیر به زمین میخوره. سرهنگ هم میاد و اون رو گروگارد میگیره. میسون هم چون میدونه که اونها با کلیر کاری ندارن مجبور میشه که به راهشون ادامه بده. توی راه ونگاس میگه که همه چیز رو درباره گذشته میسون میدونه و الانم بهت دستور دادن که من رو بکشی، ولی من دلیل سقوط هلیکوپترتون نبودم و نیروهای خودتون بودن که این کار رو کردن و منو تهدید کردن که اگه توافقنامه نفتی رو امضا نکنن هلیکوپترهای زیادی ساقط میشه. من هم چون نمیخواستم این اتفاق بیفته به ناچار توافقنامه رو امضا کردم. توی سکانس بعدی میبینیم که اونها به یک شهر دیگه رسیدن. ونگاس هم با یکی از دوستاش قرار ملاقات میذاره. دوستش هم رهبر حزب انقلابی پالدونیا هستش. یعنی اونها جوری وانمود میکنن که انگاری دشمن همدیگن ولی در واقعیت با همدیگه همکاری میکنن. ونگاس از میسون میخواد تا با سرهنگ جان یک قرار معاوضه بذاره و بگه میخواد اون رو با کلیر معاوضه کنه. روز بعد سرهنگ جان به همراه کلیر میاد، اما میسون و سرهنگ به روی همدیگه اسلحه میکشن. سرهنگ هم میسون رو تهدید به کشتن کلیر میکنه. میسون هم تسلیم میشه و ونگاس رو صدا میزنه. ونگاس هم به همراه جمعیت زیادی از تظاهر کننده ها میاد و اونها سعی دارن که حواس سرهنگ رو پرت کنن. همین اتفاق هم میفته و اونها ستایی موفق به فرار از اونجا میشن. ونگاس از کلیر میخواد که داخل کاخ خودش پیام مهم و سریش رو به گوش همه جهان برسونه. واسه همین از یک تونل مخفی که انگاری به کاخ راه داره و به غیر از ونگاس هیچ کس از اون چیزی نمیدونه وارد کاخ میشن. خورخه در حالی که نشسته یک دفعه عموشو پشت سرش میبینه و شوکه میشه، اما ونگاس باهاش کاری نداره و به اون میگه که اونها دارن فریبش میدن و از اون میخواد تا بهش ملحق بشه. خورخه هم قبول میکنه، ولی همون حالا یه افسر بیاد و به سمت اونها تیراندازی میکنه و توی این درگیری ونگاس برادرزادش رو از دست میده. کلیر هم داشته تمام این وقایع رو به صورت زنده منتشر میکرده و همه جهان از این اتفاقها با خبر شدن. در آخر وقتی سربازها میان، ونگاس سعی میکنه که سربازهاشو متقاعد کنه که اونها رو دستگیر نکنن که یک دفعه شورشی ها بیان و درگیری بین اونها ایجاد میشه. اونها دوباره به یک مخفیگاه میرن، اما افراد سرهنگ باز دوباره اونها رو پیدا میکنن. میسون ونگاس و کلیر رو پشتیبانی میکنه تا اونها بتونن فرار کنن، اما سرهنگ و میسون با همدیگه درگیر میشن که کلیر به کمک میسون بیاد و با همدیگه سرهنگ رو میکشن. اما اونها وقتی بیرون بیاد میبینن که درگیری ها هنوز شدت داره و میسون به کمک سربازها میره و از خودشون دفاع میکنن که یک دفعه سباستین با افرادش به کمک اونها میاد و اونها رو از اونجا نجات میده. توی سکانس بعدی میبینیم کلیر با اخبارش اوج گرفته و تبدیل به یک خبرنگار سرشناس شده. ونگاس هم دوباره به سرزمینش حکران شده و میسون هم به آغوش گرم خانواده‌اش برمیگرده، ولی این دفعه با حسابی پر از پول، چون ونگاس یهو یک مبلغی رو به عنوان هدیه واسه میسون فرستاده. خب اینجاست که فیلم به پایان میرسه. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بگید. اگه خوشتون اومد لایک ویدیو یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ همتون.